آفرین. دوتون بارا بشه. آفرین. دوتون بارا بشه. چند تا؟ علیکم. برای شما مربی‌ها که کودکانتان بارک باشد. برای پدر و مادرای همه کودکان که از اون یک سلول سیستم پور نسکری
سبزه و گلی خام سلام بر سبزه های دامان زمین خاکی که تو را نوازده یار سلام. السلام علیکم حاضرین گرامی اهل تالار سخن با معاونی رئیس شهر پنجکین عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری ترکستان محترم شکرزاده محمد رحمان. السلام علیکم حضران و مادران عزیز طفلکان دوستروز. امروز در سراسر جهان روزی بین المللی روز کودکان تجلیل شده ایستاده است و وابسته به این در جمهوری تاجیکستان عزیز ما نیز مناسبت امروز نکو چندین چاره‌بینی‌های فرهنگی سیاسی فراغتی دایر شده ایستاده‌اند و از آن جمله تا یک هفته می شود که در مسائل تا مکتبی شهر پنجکین همچنین در تشکیلات و مؤسسه‌ها بسیار چاره‌بینی‌های رنگین برای خاطر شادی کودکان دایر شده ایستاده است. امروز از پگاهی شهر پنجکین زیبا آرا یافته بود و سراغ در قصر فرهنگ شهر پنجکین با اشتراک 450 نفر کودکان یک چاره‌بینی خیلی رنگینی ایدانه برگزار گردید و پیام شادباشی رئیس شهر پنجکین محترم خالقزاده عبدالخالق صنعتبر و سهم طفلکان دوسترو رسانیده شد و در دوام روز در بسیار جماعت دیگر چاره‌بینی‌های خیلی خوبی ایدانه برگزار گردید. از آن جمله در این چاره‌بینی‌ها نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوت عضو حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در ولایت سوت اشتراک کردند و خیلی شادمان بودند که در شهر پنجکین برای برگزار نمودن عید کودکان تیاری خوب دیده شده است. محترم پدر و مادران، برای هر یک انسان فرزندش عزیز است، فرزندش قیمت است و صاحب فرزند بودن، صاحب فرزند شدن این آرزوی هر یک والدین است. ما افتخار میکنیم که امروز در زیر پرچم صلح و وحدت، آسایشگی، آسودگی با زحمت‌های شبانه روزی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان کودکان ما در آغوش وطن، در آغوش پدر و مادر، در آغوش کودکستان و دبستان‌ها حیات شاد و خرم دارند و ما شکرگزاری از آن میکنیم که شهروند جمهوری تاجیکستان هستیم، در زیر پرچم صلح و وحدت آسایشگی عمر به سر میبریم. اگر شما این روزها با سایت‌های اجتماعی وارد شوید و از وضع سیاسی واقعه‌های جهان آگاه شوید، در بسیار مملکت‌های جهان پدر و مادران و کودکان خوار هستند و بسیار حالات‌هایی که در واقعه‌های سیاسی و جنگ و جنجال‌هایی که می‌شود، ناآرامی‌هایی که می‌شود، ما حیات ناگواری طفلکان را دیده و اندیشه می‌رویم و انسان اشک می‌ریزد از دیده‌اش که ای خدا برای چی چنین یک روزی ناخوش به این طفلکان میسر شده است. لیکن باید که هر یک مردم تاجیکستان پیر و برنا شکرگزاری کند که وطن او تاجیکستان است و وطنی است که آباد و زیبا است، وطنی که گرگ و شکوفان است و ما و شما یک جویا برای آباد نمودن این وطن عزیز ما کوشش به خرج می‌دهیم. حاضرین محترم، حکومت جمهوری تاجیکستان برای طفلکان غمخواری می‌کند و امروز تمام شرایط‌ها برای کودکان مهیا است. از آن جمله در شهر و دیهات پنجکین زیاده از 20 مؤسسه‌های تحصیلاتی تو مکتبی مهیا میباشند که در آنها زیاده از 3600 نفر طفلکان تعلیم و تربیت میگیرند. حاضرین محترم، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوت تحت سروری معاون یکمی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوت محترم رجبای احمدزاده نیز همیشه توجه دارند برای انکشاف و رشد و نموی ساحه معارف در ولایت سوت. باید یادآوری کنم که در سالهای اخیر با اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین با دستگیری رئیس شهر پنجکین محترم خالقزاده عبدالخالق صنعتبر
در شهر دیهات پنجگین صفی مؤسسه‌های تو مکتبی افسوده ایستاده است و ببینید که از آن جمله در دهه یوری مول 2 مؤسسه تو مکتبی موجود میباشد. کسی که فرزندانشان رو به کودکستان میگذارند این بردی آنها است، زیرا کودک الکی در ذهن خودسالی در مؤسسه تو مکتبی تعلیم و تربیت میگیرد، دستی چپ و راستش را فرق میکند، بدون که زندگی را میفهمد، شعر از یاد میکند، چیستان از یاد میکند، کتابخانه را یاد میگیرد و اینچنین یک معاشرت بین کودکان برگزار میکند. و من باوری دارم که کودکانی که در کودکستان ها تعلیم و تربیت میگیرند نسبت به اون کودکانی که در خانه ماندن فرقیت خیلی کلان است. از قدر مادران خواهش کرده می شود که برای آن که نرخ خدمت رسانی در دیسک چند کل را تشکیل میدهد، برای یک ماه تربیت کودکی من چند سامانی میگیرند توجه ظاهر نکنید. ما باید که از بحر بسیار خرجاتی بیهوده برای و تمام غمخواری دقتمان را روانه کنیم برای تعلیم و تربیت فرزندان خود، زیرا فرزندان ما آینده همان خاندان، آینده اولاد، آینده جامعه هستند. پیشوای ملت میگوید که من از نوارسان جوانان امید کلان دارم. نوارسان جوانان آینده تاجیکستان هستند. آینده ما با همین کادرها، با همین متخصصای حاضر زمان سرداری دولتداری را میسپاریم. ما نیاز داریم که کادرهای با لیاقت حاضر زمان و موفق و باید رسند. خشت اول چون نهاد معمار کج تا به آخر میرود دیوار کج. شما چه کارهایی که برای فرزندتان امروز میکنید آینده جوابش رو میگیرید و اینها آینده مناسب با تعلیم و تربیت که شما در خانه میکنید در مؤسسه تو مکتبی میگیرن یا که در خانه میگیرن و مکتب میگیرن، همین خیلی باور میرسند و یک دفعه سوال میکنن که من فرزندم رو چگونه تربیت کنم؟ اون شخص جواب میده که شما فرزندتان رو تربیت نکنید، شما خودتان رو تربیت کنید. اگر شما خودتان رو خوب تربیت کنید فرزند شما پیرو شما میشوند و تمام خصلت‌های اینکه شما رو قبول کرده آینده پیرو شما در جامعه عمر به سر میبرد. من وقتی بسیاری شما رو نمیگم، کودکان مانده شدن، انتظار ما بودن، ما به حرمت احترام همینها از شهر پنجگین رسیده اومدیم که دیدار به دیدار به این کودکان شویم و برنامه ادبی آنها رو گوش کنیم و با آنها بهای سزاوار دیم، احسن و آفرین و مربوایشان دیم، رحمت به پدر و مادرشان دیم. طفلکان عزیز دوسترو، بار دیگر ایدی بین‌المللی کودکان برای شما مبارک باشد. همیشه تنصیحت، خاطر جمع، خوش اقبال باشید و در زندگی با امید و آرزوهای نیکتان رسید. تشکر می‌کنم. سلام قدر مادران، کودکان دوسترو. چطوری که برای ما شما معلوم است همه سال سنه 1 ایون روز بین‌المللی کودکان در تمام جهان از جمله در تاجیکستان افتادگویه جشن گرفته می شود و از این فرصت من شخصا از نام خودم از نام دستگاهی شعبه معارف شهر پنجگین کل دوسترویان، کل کودکان این درگاه مقدس رو با این روزی نکو، با این روزی سعید تبریک و مبارکباد میگویم و چقدر که ما شاهد آن هستیم امروز بخشیده به روز عید کودکان در مؤسسه تو مکتبی رقم 12 که ما در این بنا اشتراک داریم، یک جلسه یعنی یک مجلسگاه از طرف صاحب کاران اینچنین با سعی و کوشش سابق مدیره کودکستان گلابوفا تشکیل کرده شده است. این اقدام خیلی خوب است و امروز ما شاهد آن هستیم که در کودکستان بسیار کارهای آبادی بخشیده به روز بین‌المللی کودکان علیه آماده است. من از این فرصت سابق مدیر کودکستان معلمه عزیز مراد رو برای چنین تشکیلی، برای چنین اقدام نیک شخصا از نام خودم از نام کل معارفچیان تبریک و مبارکباد میگویم. بار دیگر روز بین‌المللی کودکان و کل دوسترویان مبارک باشد. آفتاب این کودکان پاینده باد، رخشنده باد، زیبنده باد. با سلام ماده های فرزبار ما سلام
از شکوفه‌های باغ و نوبهار ما سلام. این سلامی که برآمد از دل اهل هنر و شما از باغ بهار ما سلام. سلام درود به پایان به همه شمایان، استادان عزیز و مهربان، مربی‌های عزیز و والدین‌های مهربان، همه شما عزیزان را به این بارگاه مقدس، مکان آبان کودکی و علم و معرفت یعنی کودکستان تا مکتب نام 12 به نام فیروزه خوش آمده. نور دیده و تاج بر سر می‌خوانم. کودک دوام عمر است، کودک تمام عمر است، کودک نوبهار دل، کودک افتخار دل است. چون ما در روز بین‌المللی حفظ کودکان قرار داریم، از این رو می‌خواهم قید نمایم که زندگی انسان به هستی کودک حیج است. با این مناسبت همه کودکان این باغچه فریضه و تمام کودکان جمهوری عزیزمان را تبریک و مبارکباد گفته برای این دو سرویکان عالم زیبای کودکانه دنیای رنگین بچگانه را تمنا میکنم و خاطررسان میکنم که همساله 1 ایار قریب در همه کشورهای جهان روز بین‌المللی حفظ کودکان تجلیل می‌گردد. روز حفظ کودکان ماه نوامبر سال 1949 با قرار اجرای فدراسیون بین‌المللی دموکراسی زنان تأسیس یافته بود. اولین روز بین‌المللی حفظ کودکان سال 1950 در 51 کشور جهان تجلیل گردید. جشن گرفتن روز بین‌المللی حفظ کودکان همساله با واخوری با جوانان افاده‌گری آن است که سرور دولت ما نسبت به حیات کودکان جوانان به تفاوت نبوده آینده کشور را به اساسی آنها دانستند. و دوستان ارجمند، مهمانان قدر، بار دیگر همه شما را به این مؤسسه تا مکتب نام 12 به نام فیروزه خوش آمدید میگویم. البته دوستان در سال خانش 2023 و 2024 در این مؤسسه نوگانی‌ها شده گذشت. من باشم کم در گردانه این نوگانی‌ها برای شما گفته می‌گذارم. مؤسسه تحصیلات تا مکتبی نام 12 به نام فیروزه از 15 ایول سال 2001 با کوشش و تلاش سابق رئیس شورای زنان جماعت دهاتیانی زنی صاحب خیرت، تشبسکار، کاردان، شجاع و مادر مهربان گلاب و مرادای با دستگیری حکومت شهر پنجگین و شعبه معارف شهر پیلای نوآباد که طی چند سال فرسوده و کارناشایان بود آباد نمودند و ماه آگوست همان سال با 2 گروه این مؤسسه را آغاز نمودند و تا حال باشد تا به امروز و 6 گروه آورده رسانیدند. اینها در این مؤسسه 150 نفر طفلکان تربیت میگیرند. از اینها باشد 60 نفر پسران و 90 نفر دختران میباشند. در کودکستان بغیر از مشغولیت‌ها با زبان تاجیکی در اینجا مشغولیت‌ها با زبان روسی، انگلیسی و سرود و موسیقی است که در یک هفته 2 مرتبه از طرف معلمای کارتجربه گزارنده می‌شود. در مؤسسه 4 میدان بازی بچگانه موجود است و در سال خانش 2023-2024 در مؤسسه حوض برای آب نوشابه با گنجایش 8 کوب و اینچنین کشتاک کودکستان از طرف گلاب و با مبلغ 60,000 سامانه پوشانیده شد. با دستگیری پدر و مادران تربیت گیرندگان گروه‌ها قالی‌پوش کرده شده و تالار مجلسگاه که در اینجا ما حضور داریم با دستگیری پدر و مادران 8,000 سامان از حساب پدر و مادران و 25,000 سامان دیگر از طرف گلاب و مبلغ گذاری کرده شده برای استفاده داده شده است. وفق برنامه‌های دولتی رشد تربیتی تا مکتبی نقشه و چهاربین‌ها در آزمون‌های جمهوری شهری و ناحیه‌ای اشتراک نموده جایهای نمایان را این کودکان اشغال نمودند. کارمندان کودکستان در آینده نیز بهر آباد و زیبا گردانیدن این مؤسسه و در روحیه وطن دوستی، کشتن شناسی و انسان پروری تربیت نمودن نسل نو سهم ارزنده خود را می‌گذارند. و دوستان ارجمند، اینجا من سخن تبریکاتی را به رئیس جماعت دهاتیانی می‌دهم و همزمان برنامه فرهنگی و فراغتی مؤسسه را بخشیده به روز
حفظ بین‌المللی کودکان پیشکش شما میکنیم. مرحبا. السلام علیکم محترم رئیس، محترم مدیر معارف، پدر و مادران و کودکان مهربان، من همه شما را به امروز عید کودک، حفظ کودکی عمومی جهانی تبریک و تهنیت گفته به همه شما همه خوشی زندگی را آرزومندم. بگذار چون روزهای شکران خندان باشیدان کودکان عزیز. چنانه که محترم رئیس گفتم، مدیر معارف همه گپ‌ها را در اینجا گفتم، من بار دیگر کودکان مؤسسه را با عید بین المللی حفظ کودک تبریک گفته و به مدیر این کودکستان یک جهان عرض سپاس می‌نمایم که چنین کودکستان را با چگونه حالت بهترین نگاه داشته و به کودکان تربیت خوب رسانیده ایستاده‌اند. بار دیگر عید کودکاتان تبریک، شما عید کودکاتان تبریک. صحتمند و سربلند باشید. مدیر رئیس محترم و دوستان ارجمند، برنامه فرهنگی فراغتی بهر شما پیشکش می‌گردد. حالا باشد در نوبت اول سلامنامه. مرحبا. مدیره کودکستان من عزیز و رخساره
توفیق مدیر مؤسسه برا بابا مرادای منت دارم از آنها میفخرم از بابا جان امام علی رحمان دوستدار کودکانم غمخوار آموزگاران بابا جان آموزگار شوم مثلی بابا جان آموزگاری وفادار هر کی به استاد کار آغاز کرد کار بار ندارد اعتبار دامنی استاد گیر و شاد شد مدت خصلت کنون استاد شد من در همین جا بس خنامم خاتیمه بخشیدن همه شمایان کودکان را با فرارسی ایدی کودکان تبریک و مبارکباد میگویم ایدتان مبارک کودکان عزیز با امری بابا رحمان در سیر و
مهمان عالی کردم. حالا سخن تبریکاتی رو من و آموزگار فن زبان و ادبیات تاجیک محترمه روزیتا می‌دهم تا که این طفلان را به این روز مبارک واقع شاد باشی ها گفته باشه. مرحبا. سلام و درودی به پایان و همه اشتراکداران امروز جشنواره. چنانچه که شما آگاه هستید در اینجا باغچه بچگانی فریزه در سالهای 2001 آن وقت روزی و محکمه رئیس جمهوریت شکوه مراقب جانشین بودم. یک جای ناآبادی بود و با تشبث مرحوم وکیل مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان سیاسی شوندهان عبدالشهید و عبدالوکیل و مدیر معارف شهر پنجکن کمالوف، رئیس شهر پنجکن سمدوف این جای نوآباد را با امضاهای مادران مهربان و مدیر کتابخانه رئیس زنان جماعت دهات یاری دگانه مهربان قلوب سپاریده بودیم و یک جایه با همسرشان با کودکانشان این جای نوآباد را آباد نمودند. دستان این زن گل است و سخن همه چیز بنیاد می شود. مادران مهربان، رئیس مهربان، لیکن همه کار به گفتن آسان، کوشش های زیاد، تشبس های زیاد، رفتار کردار نمونوی آیید به سازش و ساختن بناها این زن مهربان را در بین مردم آبروی اعتباری کلام پیدا نمود. و من امروز به کودکانی که در اینجا نگاه میکنم، پدر و مادری همین کودکانی بودند که در باغچه بچگانه صدبرگی اتحادی بین خواجگی برداق پروری تربیت گرفته بودند و امروز این کودکان نصیب همین کودکان دوره آسایشتگی، دوره که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ما، پیشوای معظم ملت، فرزند فرزانه جمهوری تاجیکستان و همه ما و شما به همین کودکان امروز تمام زندگی آسوده را روا دیدند و صلح برپا شد و آب چشم مردم جمهوری تاجیکستان خشک شد. من به همه مادران مهربان، به رئیس مهربان، به شاگردان عزیزم مقصد جان، حسین جان و اینجا به همه مهمانان تمام خوشی‌های زندگی را آرزو دارم و کودکان امروزه را از صمیم دل تبریک میگویم. بگذار در لبانشان دایم خنده پیدا، دایم رخسارهایشان گلگون و مانند سردرهای سیراب همین روزه داریم شکوفان و خندان باشند. بار دیگر عیدکتان مبارک نبیرگان مهربان. Say
مثل گل از حارزت همچون نهان قامتت آهنگی رقصیدنت لزگی آهنگ جانم لزگی آرامی جانم لزگی دنیای من
سوی بخشندگانه دست یادم نخانه آینده یاره همه جامعه برده امام علی رحمان شکر شکر بر شما رهنمای ما پشوای علیما
تاجیکستان میکنم شکر کم و بسیار تو، میکنم شکرانه از آذر و از آزار تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خورد برابر زندگی کردن بس است. شکر زیاد دوستان ارجمند، بار دیگر این روز نکو بهر شما دو سال یک مبارک باشد و از معاون رئیس شهر پنجگین عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم مولانا شکرالله خواهش میکنم سپاسنامه‌ای که امروز طرف مؤسسه بهر کارمندان تعیین نمودند خواهش میکنم سپارم. مرحبا. سپاسنامه داده شد به صاحبکار مبارک و رخشانه برای تامین نمودن محصولات‌های خوش‌صفت خوراکده و مؤسسه مکتبی نام 12 به نام فریضه سرفراز گردانیده می‌شود. مدیر کودکستان مرعی زاور. سپاسنامه داده می‌شود به عظیم بای مدیر خواجگی مؤسسه برای سهم‌گذاری در کارهای آبادانی مؤسسه سرفراز گردانیده می‌شود. مدیر کودکستان مرعی زاور. همچنین افتخارنامه مقرریده می‌شود به شیرین و جهانگیر سهم‌گذاری برای آبادی مؤسسه سالمندگی نام 12 به نام فریضه مدیر کودکستان مرعی زاور. تشکر زیاد دوستان عزیزم، پدران و مادران مهمان قدر. حالا باشد من سخن خاتمه‌ای را و تأسیس نموده همین مؤسسه تا مکتبی محترمه گلاب و مرادای می‌دهم. مرحبا. السلام علیکم استادان محترم، رئیس عزیز و معلم عزیزم و رئیس جماعت فرزندم و اهل طلاب نشسته ها و کودکان بیگناه من، اجازه دهید من شما را به این درگاه آرامش کودکان خوشامدید میگویم. قدم های شما نور دیده تاج سری کارمندان مؤسسه تا مکتبی نمره 12 جماعت دهاتی یاری به نام فریضه. خیلی که همگان شاهد هستید اینجا 30 نفر کارگران کار میکنن، 150 تا بچه‌های من بیگناه اینجا تعلیم تربیت میکنن. همین ها من منتداری خودم رو به خلق یاری با همین کودکان بیگناه خودم سر تعظیم فرو میارم که شما هستید و من هستم، کودکان شما هست و ما هستیم. برای همین در آن مردمی که سرگزار شدن و این تالار محشمت را ما پوشانده و استفاده دادیم. منتداری خودم رو بیان میکنم و کارمندان همین کودکان، اینجا کارگرای تکنیکی، مربی ها، استاد، سرخواست، همه ما با یک گرگان سر آوردیم. در گوشت گفتن که کارگر نیست، کارگر همین من اینا به سرداری کردن و کار کردن و کار شد. آن وقتی که دیدیم که در تالار آن چیزی که شما یاردن کردید مسئولات شما نرسید، ما بررسی تلفن کردیم، بچه های من 25,000 فرستاندن، ما همین سر کفیده تقیید توقع کردیم و همین کار رو بود کردیم. من ندارم احمد یاری که دستگیری میکنید این جای آباد کردیم برای جمعیت، برای کودکای دیارم، برای فرزندای دیارم. آینده ما همین کودکان هستند، آینده ما همین میمانند که یک روز یک کس نظر کرده بشته بود که یک کس عرق گذارد منم میگوید که همین مؤسسه گلاب را آباد کردم. همین است پس من همه تو رو تشکر
عید کودکان مبارک باشد. رحمت همین مدیر معارف که دستگیری کردم، یک چند بار اومده دیدم رفتم. من شکرزاده اومدن، من رئیس جماعت اومدن. اگر اینها نمیشدن ممکن ما این دوره کار نمیتونستیم. جناب عالم تشکر میکنم رئیس ولایت و رئیس شهر همه با کودک مؤسسه‌های تا مکتب دستگیری میکنیم. همه آدم با گلباری آرزو دارم مثل من فکر شوید و دولت شوید، همیشه دولت و خدمت بود. شما با فرزندهای خود پیشواز بدید.